سلام به همه آن دوستانی که مرا گوش میکنند و میشنوند. من میخواهم کمی هم باشد با ایدی آن شخصانی صحبت کنم که به مثل من در دلشان آرزوهای شیرین دارند، اما متاسفانه فکر میکنند که برای رسیدن به آرزوهایشان هیچ راهی نیست و همه چیز مانع سری راهشان میشود. البته این فکر خطاست. امروزها ما در عصر 21 قرار داریم و زمانه برای ما شرایط‌های فراهم کرده است که ما می‌توانیم به آسانی برای رسیدن به آرزوهایمان تمام تلاش خود را نماییم. این مراجعت من البته بیشتر به زنها تعلق دارد. در عین حال جهان با شدت ترقی کرده ایستاده است و برای همه انسان‌ها مثلا به مانند ما زن‌های خانه‌نشین کارهای فراهم کرده است که ما می‌توانیم در خانه نشسته در نزد عائله‌مان کار و فعالیت کنیم و این نمود کار معمولاً آنلاین بیزنس می‌گویند. خودی من عین حال در شرکت فبرلیک کار و فعالیت کرده ایستاده ام. مادران و دوستان، اپا و خواهران، من شما را به کمپانی فبرلیک و کار دعوت می‌کنم. شاید با شنیدن این جمله من در سر شما چنین فکر آمده باشد که گویا فبرلیک دروغ است. دوستانی عزیز، فبرلیک دروغ نیست، تنها همان چیزی دروغ است که ما و شما در فکر و ذهن خود ساخته ایم. اگر ما و شما این فکرهایی که در سرمان ساخته ایم به مانندی نمیشود یا اینکه فبرلیک دروغ است، چنین فکرها را از سرمان دور نموده تنها برای رسیدن به آرزوها و هدفهای خود فکر کنیم، همان وقت ما میتوانیم که موفقیت را به دست آوریم. اگر شما هم به مثل من میخواهید که به آرزو و مقصدهای خود برسید، پس به چیزهای منفی فکر نکرده بیایید یک جای با هم همکاری کنیم و برای عملی ساختن آرزوهایمان تمام سعی و کوشش خود را نموده صدقاً محنت کنیم تا به آن چیزی که میخواهیم سزاوار شویم. خداوند بزرگ و مهربان گفته است که از شما حرکت و از من برکت. اگر ما محنت کنیم، البته خداوند پاداش محنت‌هایمان را می‌دهد. کار نه آنقدر کاری مشکل است، البته نگفته نماند که هیچ کاری در دنیا آسان نیست. حتی همان خوراکی که ما می‌خوریم اول خوابیده بعد فرو میبریم. برای همین در همه کار سر اول باید صبر و طاقت داشته باشیم. کار آنلاین طریق تلفن میباشد. از همه چیزی مهمترین و اساسی ترین در این کار ما ساختن کمانده میباشد. ما باید کمانده کلان خود را ساخته با همان کمانده ساخته خود یک جای دست به دستی همدیگر دهیم و به قله‌های بلند فبرلیک رفته رسیم. اگر سخنهای من به شما پسند آمده باشد و خواهش کار کردن را داشته باشید، پس به رقم‌های در بالای اکران ایستاده مراجعت کنید. ما به شما کار را با تمام نازکی‌هایش می‌فهمانیم. خیر دوستانی عزیز، تا نوارهای آینده.